امروز میخوایم کراپ بدوزیم. پارچه رو از سمت دولای باز درست مثل تصویر میگیریم و تا میزنیم در حدی که بالا تنه رو طراحی کنیم. از گوشه کناری هم آستین رو در بیاریم. 1 تا 2 سانت از بالای کار پایین میایم، خط مبدا رو رسم میکنیم. از گوشه دولای بسته 9 سانت داخل میشیم و علامت میزنیم. 4 سانت پایین میایم و یقه پشت رو تقریبا مثل یه هلال طراحی میکنیم. حالا دوباره از خط مبدا 9 سانت پایین میایم و یقه جلو رو میکشیم. از نقطه‌ای که علامت زدیم به اندازه سرشونه میریم جلو. 3 سانت از همین نقطه میایم پایین و با یه خط صاف سرشونه رو طراحی میکنیم. بعد از خط مبدا دوباره 20 سانت پایین میایم و از نقطه‌ای که مشخص کردیم حلقه آستین رو طراحی میکنیم. به اندازه قد دلخواه لباسمون میایم پایین. برای من 44 سانت بود و یه خط صاف میکشیم که باید دقت کنیم عمود باشه. میتونی از گونی‌ها برای این کار استفاده کنیم. از سمت دولای بسته 18 سانت داخل میشیم و پهلو رو علامت میزنیم و با یه خط صاف از زیر حلقه آستین تا پایین کار رو به هم وصل میکنیم و 2 سانت هم از پایین لباس برای تا زدن جا میذاریم. برای برش قسمت یقه اول یقه پشت رو برش میزنیم. بعد دولایه پارچه رو از هم جدا میکنیم و یقه جلو رو برش میزنیم. متاسفانه اون قسمت دوربین خاموش بوده. حالا برای آستین دوباره 1 الی 2 سانت پایین میایم و خط مبدا رو رسم میکنیم. از سمت دولای بسته به اندازه قد آستین که برای من 15 سانت پایین میایم و با گونی‌ها خط صاف میکشیم. بعد به اندازه 1/2 دور بازو از سمت دولای بسته داخل میشیم. این نقطه رو مشخص میکنیم. از همین نقطه 13 سانت میایم پایین و علامت میزنیم. حالا روی خطی که مشخص کردیم 1 تا 2 سانت کمتر از دور بازو در نظر میگیریم و به هم وصل میکنیم. بعد از نقطه که 13 سانت اومدیم پایین به گوشه دولای بسته روی خط مبدا خط صاف میکشیم. وسط این خط رو نشونه میذاریم و به صورت هلال دقیقاً مثل تصویر حلقه آستین رو طراحی میکنیم. توجه کنید که این هلال باید از نقطه مرکزی عبور کنه. پایین کار رو هم 2 سانت برای تا زدن علامت میزنیم. با متر ایستاده اندازه دور یقه جلو و پشت رو کامل میگیریم. یعنی توی این حالتی که من اندازه گرفتم باید 2 برابر بشه چون پارچه تا شده. اندازه ها رو با هم جمع میکنیم و یک نوار با همین مقدار با عرض تقریبا 3 سانت نیاز داریم. بالا تنه پشت و جلو رو روی هم قرار میدیم و سرشونه ها و پهلوها رو به هم میدوزیم. بعد 2 سانت پایین آستین ها رو به سمت داخل تا میزنیم و دوخت روی کار انجام میدیم. آستین رو برعکس میکنیم و درزش رو میدوزیم. برای آستین بعدی هم تکرار میکنیم. حالا قسمت بالا تنه رو برمیگردونیم و آستین رو داخل حلقه آستین قرار میدیم. سرشونه و درز ها رو روی هم فیکس میکنیم و دور تا دور کار رو با سوزن ترگت به هم وصل میکنیم و میدوزیم. حالا نواری که داشتیم رو حدود 1 سانت از هر دو طرف تا میکنیم و اتو میزنیم. بعد مثل تصویر تای بعدی و با اتو ثابت نگهش میداریم. حالا این نوار رو با سوزن ترگت دور تا دور یقه فیکس میکنیم. گوشه سرشونه رو باز میذاریم و بعد از دوخت نوار به هم وصل میکنیم. پایین لباس هم 2 سانت به سمت داخل تا میزنیم و دوخت میکنیم. این قسمت رو خیلی با دقت باید دوخت بزنیم و از درجه درشت‌تر برای دوخت استفاده کنیم. کراپ ما آماده است. تنخور خیلی خوبی داره. با آموزش بعدی میبینمتون.